بله همونطوری که بهتون گفتم این بخش بسیار بسیار ویژه کنسرت تیوی رو تقدیم میکنیم به طرفدارای امید و خود امید عزیز که افتخار داده امروز اومده تو استودیو. ویدیو خیلی قشنگی بود. یه مقدار دوست داری در مورد توضیح بدی برای بیننده؟ عزیزم یکی از کارهای این آلبوم هست. در حقیقت میتونم بگم این شعر و ملودی خیلی مورد توجه طرفدارام قرار گرفت. این از اون کارهایی بود که همه توقع داشتن خیلی بیشتر در آلبوم باشه و در حقیقت این یکی از همون چهره کارهای قبلی من هست که همه دوست داشتن، از اون آهنگای آرومی که بی‌نظیر بود، توش صدا مشخص میشه و ملودی کاملا خودشو خوب نشون میده. این کار هم باز از ساختهای آقای بابک رادمنش بود و با شعر و ترانه آقای رادمنش و تنظیم از آقای مومن سالار که در ترکیه هستن و چندین و چند ساله با من همکاری میکنن. ویدیوش آقای فرزاد محبی ساخت. اگه به ویدیو دقت کردید ببینید. اوکی، umidmusiconline.com دوستان وبسایت اوفیشال و اصل امید جان. اطلاعاتی که به اصطلاح شما دوست دارین داشته باشین در مورد کنسرتش، در مورد آلبومش، در مورد زندگیش کلا تو این وبسایت هست. و یه بار دیگه از اینی که نظاره‌گر این برنامه بسیار ویژه بودین ازتون تشکر میکنم. هفته دیگه با سعی میکنیم با هنرمندهای دیگه ایرانی که شما دوستان عاشقشون هستین اینترویو بکنیم در کنسرت تیوی. این هفتم امید جان افتخار داد، اومد وارد استودیومون شد. مرسی امید، باعث افتخارم بود. کسرا جان خیلی خوشحالم که این فرصت به من داده شد که بتونم از این طریق باز با هموطنانم صحبت بکنم. از تو ممنونم که همیشه لطف داری کسرا جان. من به خودت تبریک میگم و به بچهای کنسرت تیوی که واقعا گلی رو مثل تو دارن که انقدر با انرژی و مثبت صحبت میکنی و به همه انرژی میدی. من خوشحالم، واقعا افتخار میکنم که در این جمع من هم یکی از اعضای این گروه هستم و واقعا یه جمع بسیار دوستانه و خالصانه و مخلصانه است که من فکر میکنم روز به روز پیشرفت خواهد کرد. دوستان همگی دست به دست دادیم که یک کار زیبایی رو ارائه بدیم. بسیار عالی. من میدونم اینطوری که من دارم میشنوم کلا خب ارکستر که اینجاست دارین تدارک میبینین. طرفدارای شما ماشاءالله در میگم بیشتر از میلیون هان. میتونین یه جوری بهشون حالی بدین، بهشون بگین که آلبوم بعدی کی قراره بیاد و اگر هر نوع خبر ویژه‌ای که برای طرفدارتون دارین خب بهشون بدین. والا متاسفانه الان حالی نمیتونم بدم به خاطر اینکه نمیدونم آلبومم کی میاد بیرون. بسیار عالی. خب اینم خوب روک بود، آدم نمیتونه دروغ بگه. میدونم که دارین روش کار میکنین، آلبومی هست در کار. دقیقاً بله. مدت زیادی است که داریم روی یه آلبومی کار میکنیم که یک زبان تازه‌ای داشته باشه، یک دیدگاه تازه‌ای رو داشته باشه. شاید از این دید بگم که دوست دارم تو آلبوم جدیدم از بیشتر از زخم‌ها و آسیب‌هایی که در این 27 سال به سرزمینمون خورده با یک زبان ملودیک و زبان ترانه زیبا برخورد بشه. مثلا به عنوان موقعی که راجع به فحشا صحبت میشه، من از دیدگاه من فحشا خودش یک پدیده بسیار زننده و زشتی است، ولی چه عواملی باعث این مسئله میشه برای من مهمه که مقصر اون شخص رو نبینیم، مقصر شرایط ببینیم و امثال هم در رابطه با اعتیاد، در رابطه با پناهندگی. زبان اشعارمو دارم تو این دوره از دیدگاه دیگه ای دارم نگاه میکنم، امیدوارم بتونم جوابگو باشم. بینندگان عزیز تلویزیون جهانی کنسرت تیوی، با عرض سلام، کسرا هستم. امروز میام خدمتتون از استودیوی کنسرت تیوی. برنامه بسیار جنجالی رو براتون داریم. کامران و هومن مهمان این برنامه هستن، همونطوری که بهتون قول داده بودیم 1 ساعت میان با ما رو در رو میشن و خب گپ میزنن و با هم حال میکنیم، کچاپ میکنیم بعد از موفقیت بسیار بسیار بزرگ آلبومشون 20. دوستان کامران و هومن مهمان ما هستن، جایی نرین، با ما باشید برمیگردیم. ماشاءالله تماشاچی‌ها، طرفداراتون
هر روز 1 میلیون بهشون اضافه میشه. دارم اگزاجریت میکنم ولی و دوستتون دارن شما ماشاءالله بچه‌ها. خب از اون اول میدونستین که چی میخواین دقیقاً، چی رو میخواستین ارائه بدین، چه نوع موسیقی، چه نوع هنری رو، چه نوع آهنگایی رو، چه نوع شعرهایی رو، چه نوع خوندنی رو و به نظر من به نحو احسن اینو ارائه دادین به دوستانتون، طرفداراتون. در مورد موفقیت آلبوم یه خورده برام صحبت بکن کامران. بعد از هومنم میخوام در مورد نظرش در مورد موفقیت آلبوم و به اصطلاح کنسرتایی که تا الان گذاشتین یه خورده صحبت بکنیم. چشم کسرا جان، اولا من میخوام اضافه کنم از طرف کامران هومن که این شما میگین موفقیت، ما خیلی راضی هستیم. تازه اول کاره خانم آقایون، ما خیلی راه طولانی قراره بریم انشالله و خیلی چیزها بیشتر قراره یاد بگیریم هر روز. ولی میخوام بگم این کاری که این راهی که من و هومن ما دو برادر داریم میریم، فقط ما دو برادر نیستیم، یک تیمی هستیم که باید تشکر کنیم از خود کامران و هومن که از طرف ما تشکر بشه از این تیم. اگه احساسش بتونی بکنی خوشت میاد. یعنی من نمیخوام بگم یه چیزی، میخوام بگم که مردم همگی باید بخونن. اگه احساسش میکنن میخونن، اگه احساسش نمیکنن نمیخونن، میزنن نکست. دقیقاً منم شنیدم که هرچی آهنگ ساده تر و به اصطلاح واقعی تر باشه بیشتر به دل میچسبه تا اینکه مثلا بخوای شعر یا آهنگ رو خیلی مثلا پیچیده‌اش بکنی یا در مورد به اصطلاح موضوعای خیلی سخت و پیچیده صحبت بکنی. شما کامران جان خودت توضیح بده. شما حرفی که میزنی من منظورتون میفهمم، ولی من فکر میکنم چه ساده بگی، چه نوع شعر کلام پیچیده باشه، بقول تو اون مهم نیست. مهم اینه که درست اجرا کنی و به صورت طبیعی، میگن نچرال. بینندگان عزیز تلویزیون جهانی جام جم، با عرض سلام کسرا هستم. میام خدمتتون امروز همراه با دوست بسیار نازنین و سوپر استار خودم اندی جان. برنامه بسیار خوبی رو براتون داریم دوستان. میریم یه ویدیو از اندی می‌بینیم، برمیگردیم. با ما باشین. خوب هستی؟ خوب، خدا رو شکر. بله، روز بسیار خوبیه، تابستون شده تو لس آنجلس ماشاءالله. بالاخره بله، سرت شلوغه و خودت شروع کن. سیتی آف انجلز ماشاءالله شاهکار. Out there is exploding like a bomb. به قول معروف مثل بمب منفجر شده و هر خونه میرم، هر ماشینی که میرم ماشاءالله ما گلندل هستیم. این سیتی آف انجلز داره میکوبه. در مورد سیتی آف انجلز یه خورده بهمون ریپورت بده. در مورد موفقیتش میدونم مارچ اومد بیرون، یه خورده بیشتر برای بیننده توضیح بده عزیزم. خب مهمترین چیز اینه که اینجا من و تو هر چی از موفقیت سیتی آف انجلز صحبت کنیم، کردیتش رو باید به مردم داد، به خاطر اینکه این مردم بودن که رفتن اصلش رو خریدن. چون آلبوم ممکنه خیلی موفق باشه ولی اینقدر دانلود بکنن و قاچاقی بخرن دیگه فروشش بالا نمیره که ما بگیم الان مثلا در اروپا نمبر وانه، در دبی نمبر وانه، که راجع به اونم حرف خواهیم زد. میدونم که کلا یه خبر دیگه شنیدم حدود 2-3 هفته پیش بود که آلبوم شما جزو یکی از بهترین سیتی آف انجلز رو میگم، جزو یکی از بهترین آلبوم های هنرمندای ارمنی بین خود ارمنی ها انتخاب شده. درست؟ در مورد این یه مقدار ارمنی جهان هر سال ماه می در لس آنجلس جمع میشن، از ارمنستان، از لبنان، از پاریس، از استرالیا، همه جمع میشن. بعد مثل گرامیز اواردز آمریکا بهترینای خودشون رو انتخاب میکنن که این 5مین باریه تو این 5 سال که آلبوم شهر فرشتگان Best Armenian International Album Award. خب بله دوستان، همونطوری که بهتون قول داده بودم، حبیب و محمد گل. چطوری حبیب خان؟ خوب هستی؟ قربونت برم. محمد چطوری عزیزم؟ خوشحالم که میبینمتون. ماشاءالله دوستای قدیمی که اونقدرم میگم 3-4 ساله، چقدر زود میگذره حبیب خان. عمر دیگه سریع میگذره. به نظر من اونایی که واقعا حبیبو میشناسن، شخصیتتون رو باش آشنایی دارن، میدونن که ماشاءالله چقدر مرد مهربونی هستین و چقدر میگم به قول آمریکایی‌ها جنتلمن هستین. شاید کسی پا رو کفشم نذاره. نه، پا رو کفشتون نمیذارم. والا همه هنرمندا همینن، کسی نباید پا رو کفششون بذاره. شیرام ماشاءالله همینن، میگن پا رو دم شیر بذاری بالاخره شیر دیگه. چه عرض کنم. محمد جون خودت چطوری؟ 2-3 ساله که میدونم من کارهای هنری تو به اصطلاح فالو کردم از آلبوم جوونی که اولین ارائهت بود با پدر و این آلبومی که خودشه، تحت عنوان خودشه، آلبوم جدید که داغ دوستان داره میاد بیرون و ویدیوهاشو 1-2 تا از آهنگاشو دیدن دوستان و پشت صحنه که دارن میبینن. نظرت چیه در مورد کلا پیشرفتی که تا داشتی تا الان از جوونی تا به اصطلاح خودشه؟ یه ذره طول کشیده به خاطر اینکه مشکلاتی که داشتیم تو مارکت با شخصیت مختلف، ولی تموم شده. حالا بالاخره آلبوم خودشه و به زودی در میاد و بعد از اینم تکرار میکنیم.